سلام دوستان، حتما شنیدین که جمجمه ما فقط از یه استخوان بزرگ درست نشده. در واقع از 2 تا استخوان با هم کار میکنن. بیاین با هم ببینیم چطور. جمجمه ما به 2 قسمت تقسیم میشه: استخوان‌های جمجمه و استخوان‌های صورت. استخوان‌های جمجمه مثل یه محافظ دور مغز ما رو میگیرن. اول از همه استخوان پیشانی، همین جلو. بعدش 2 تا استخوان آهیانه داریم که 2 طرف و بالای سر رو تشکیل میدن. استخوان‌های گیجگاهی پایین کنار گوش‌ها هستن. پشت سرم استخوان پسسری داریم. استخوان پروانه‌ای کف جمجمه قرار داره و استخوان غربالی هم قسمتی از حفره بینی رو میسازه. حالا میریم سراغ استخوان‌های صورت. فک بالا رو داریم که بهش میگیم فک بالایی. فک پایین هم که همون فک پایینی خودمونه. استخوان‌های گونه همینجا روی گونه‌ها هستن. استخوان‌های بینی هم که پل بینی رو میسازن. استخوان‌های اشکی خیلی کوچیکن و نزدیک مجرای اشک هستن. استخوان‌های کامی قسمتی از سقف دهان رو تشکیل میدن. شاخک بینی پایینی داخل حفره بینی قرار داره و تیغ بینی هم یه استخوان نازک درست وسط بینی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از آناتومی 3 بعدی به زبان پشتو با ما همراه باشید. لایک، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای آموزشی بیشتری ببینید.